close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. سلام دوستان عزیز، نیها چقدر گفتیم در یکی از دستاپرینچتلنوی شهر شانخای قرار داریم. در اینجا مثلا همه بلاگرها همه چقدر میگن در مسکو جای ندیده هست. اینجا هم خیلی یک جا داره راستی، جای به نهایت پرمضمون پر از آدم. همه بلاگرها مثلا اینجا بلاگرهای هر خیل دولت ها و هر خیل کمپانی اومدن سیونکا میکنن. یعنی این شانخای جای زور، جای بهترین، جایی که مثلا میشه که در اینجا اومده استراحت کنی، یعنی خراجات کنی، سوم مثال باشه باشه خراجات کنی، مثلا کار تا پیش میبره. نه که برای بیزنس، برای وای کردن اینجا نمیشه، برای که اینجا خیلی بزرگی چی میگن اپتوم یگلوخ نداره که مثلا وقتی این چیزی هست همه چیز اینجا دونا میخره. اینه یا کافه ما رو بینی، بلاگر رو بینی چه خیلی جواب میکنن، چه خیلی سیونکا میکنن، چه خیلی چیکار میکنن. مثلا اینجا همه چی ادکریتیه، یعنی کسی چیکار کنه همه چی برای او چه اجازته. در جهت دو جهت در جهت همه هیچ به هیچ چی سرنوا نمیکنه. خب دوستان از گپ سر اینه باید هم کردن در کار که بین در جهت کم در اصحاب یعنی مشلینی همه چیتون در جهت بین آرام کنین، رسخود میکنین، مثلا با فایده میبینین، یعنی مهنت میکنین، عذاب میکشین، مشقت میکنین، حتما چی هرچه میبینین. خب دوستان عزیز، نکته نموند، یعنی برادر ما فرهاد مخصوص یک وای کرده که میتونه شما واسه کوتا ها واسه مثلا و میتونه شما را هر توریست حجاتتون افعال میتونین بیارین، یعنی که میتونین که کوتا بسپرین اومده در انستیتوت پیکین، مثال اوخان یا اینکه شانخای یا اینکه دیگر منطقه، یعنی که به حد منطقه ها و ولایت ها بسیار دارد. در کجایی که خواهید در گانجو، در کجایی که مقصد اگر شما جرلاین داشته باشید شما میتونید در اونجا اومده چون کنید تحصیل کنید. خب دوستان عزیز، بیا همه کسایی از جا میکنیم، یعنی با نرخ ارزان کوشش میکنیم شما رو بیاریم در اینجا بخونید، با میخوایم با اینجا تجارت میکنید، یک زندگی چندین کسای دیگر شما تغییر میتید. خلاص به همه شما موفقیت خواهانم. کانال ما رو پیگیری کنیم و با شما نصیب باشد با شما وای میکنیم ویدیویی که یعنی منطقه هایی که در اونجا زواد و کارخانه و دیگر چه ساختگی هستند در اونجا نرخ چقدر سودا میشه چقدر میشد از اونجا شما را انشالله فراتر میفهمونم. باقی در امان الله باشید. خدا همه شما نگهبان باشه.